برخی ها مثلا شکوه از آن میکنن، بخصوص کلین ها یا دخترهای خانه از بدپوشی مردهای خانه، بخصوص خسرها که در نزد آنها یک نمود لباس میپوشد که باعث ناراحتی آنها میگردد. در همین زمینه میخواستم چند حرفی میگفتید. یکی از عامل‌های پشتخوری اویلا همین است. نه تنها بدپوشی خسر، بلکه بدپوشی هورها، مردان خانه ببین محرمی هست، محرمگاهی است برای زن و مرد و یک حد و حدودی دارد. اگر چنین خطاهایی که مردم بعضی وقت اشتباه قبول نمیکنند، حتی خطا قبول نمیکنند که خانه خودم است، آزاد هستم. خانه خودت است، تو آزاد نیستی. تو دختر داری، تو کلین داری. چقدر کلینا شکایت میکنن از بدپوشی خسرها. وقتی میگه تقا میگه یا عمق میگه خسرش رو خب بپوشد، چه میگه خانه خودم است. وقتی یگون صحبت میگه تو بی تربیه هستی، تو با من زبان درازی کردی. آخه بی تربیه خدا رو نمیبینی؟ بی تربیه کی است؟ حتی حق نداره در پیش دخترت به تای میکه و مثلا شورت بگردی. آخه خانه یک مقامی هست، یک حرمی هست، یک حد و حدودی باید داشته باشد. خب کلین نمیتواند نزد خسر درآید یا نمیتواند اصلا در خانه آسوده و آرام بگردد و این شکایت اندک نیست، این بزرگ است، این گناهی بزرگ است. و پیش کی میبرد؟ پیش پدر و مادرش. پدر و مادر چون این حالا که دیدن میگن تمام دیگه نمیروی خانه. هر کس باید حق و حقوقش رو رعایت کنه. با این شکل و صورت در خاندانت فقط در پیش همسرت گشته میتونی، نه در پیش دخترت و نه در پیش کلینت. و این بیچاره با آواز مهین طرف شوهرش میگوید خپودم، با آواز پست و مهین شوهر میگم پدرت همین خیلی لباس میپوشد، میگه کار نگیر، این پدرم است. چرا کار نگیر؟ وجدان، اخلاق، ادب، ایمان کجا میستد؟ ما انسان هستیم، شرقیانه زندگی میکنیم. در حضور کلین چنانی بپوش که او در کوچه پوشیده ای. اون محرم جای خوب دیگر سوال علیحده است. کسانی که اندک میشمارند، این پیامد بسیار ناگوار دارد. دیگر پسر جرئت نمیکنه پدرش بگوید که پدر خوب بپوش، چون این پدر است. برادر، فرزند حق دارد پدر این کار نادرست است و کلین هم حق دارد بگه خسرش این کار نادرست، بپوش، خوب بپوش. آخه نخواه یک طرز لباس پوشی خسر در خانه یکی از عامل‌های پشتخوری اویلا شود. تو این همسرت بگیر ببرو، ماده چون این کلین در کار نیست. چرا از معرفت استفاده نبردی؟ علم و دانش سواد به کار نبردی که اصلاح شو. مشکلات اویلوی نیست، از نگاه اقتصادی مشکلی نیست، از نگاه فقر و کم دستی نیست، اصلا مشکلات روحی و روانی است، فشار روانی است، اخلاقی است، فشار اخلاقی است که مجبور میکند که از هیچ چیز یک مشکلات بسازد، بعد طعنه و ملامت و مسخره و اینا سر میشوند. طرف قدم میگه که دختر ما شکایت دارد، میگه شما همین خیلی دختر تربیت کردید، شما تربیت کردن نتونستید. چرا از بی معرفتی خودت صحبت نمیکنی؟ خوب بپوش. همچون فرزند، تو در پیش فرزند هم حق نداری. یعنی شما در پیش فرزند هم حق نداری بدپوشی کنید. هر کس جایگاه خودش دارد، مقام خودش دارد، احترام خودش دارد، خط سرخ در دوربر خودش دارد. بله. چون این دختری تو نمیتونه در نزد تو بدپوشی کنه، تو هم حق نداری نزد دختر بدپوشی کنی. چون کلین تازه و آزاده پوشیده است، همین تازه و نزدش بپوش. یعنی فرزند است. برای همین کم نیستن پدر و مادرایی که به تربیت فرزند نیاز دارن و کم نیستن خسر و خشتمانایی که به تربیت کلین داماد نیاز دارن و این ساختن است. بازم قرآن یک اصطلاح بسیار خوب دارد که میگه اگر اختلافی بین شما آمد، یک با معرفت، یک فعال مدنی، یک هوشمند یا عالم از اون طرف، یک از این طرف اختیار که بشیند مشکلات شما را حل کنه. بدپوشی در خانه نکن، به قدر همه دور برت برست. دخترت احترام کن، بد زبان و بد رفتار نباش، بدپوش نباش، بد مناسبت نباش، با شکر کن.